به نام خداوند دانا و توانا. به درس های فیزیک صنف دهم خوش آمدید. دلسم صنف فیزیک لومړی جلسه ته ښه راغلاست. اولین جلسه را شروع میکنیم که در مورد علم فیزیک ما معلومات داشته باشیم. د فیزیک علم په هکله موږ باید معلومات ولرو. طوری که شما می‌دانید اگر در تاریخچه علم فیزیک ما بریم، در گذشته ها ما چی داشتیم، فعلا چی داریم در مورد فیزیک، این موضوعات اکثریتتان معلومات هم دارین، ولی باز هم یک مرور کوتاه در موردش میکنیم. نو پلان ډول د تاریخچه په هکله لږ معلومات تاسو ته وړاندې کیږي. گرچه تاسو هم په دې هکله معلومات لرئ، شما هم معلومات دارین، اما به صورت کوتاه این موضوع را یک بار تشریح میکنیم. پس میایم در ابتدا ما یک بخش داشتیم که به نام چی یاد میشد؟ تا سال 1850 ما یک سلسله علوم داشتیم. یک سلسله علوم داشتیم که به نام فلسفه طبیعی یا فلسفه تجربی یاد میشد. به نام چی یاد میشد؟ فلسفه طبیعی. تا 1850 یک سلسله علوم داشتیم. تا سال 1850 یک سلسله علوم داشتیم که به نام چی یاد میشد؟ فلسفه طبیعی. فلسفه طبیعی یا هم میتونیم بگیم فلسفه تجربی. فلسفه تجربی. اینی علوم موجود بود. در دوش یک نام است. در 1850 این تجزیه شد. در سال 1850 میلادی این تجزیه شد و به بخش‌های مختلف تجزیه شد. از این ستاره شناسی جدا شد، از این زمین شناسی جدا شد، کیمیا جدا شد، تنها مسائل باقی ماند که مربوط فیزیک میشه. نو تر کال 1850 کې کال پورې یو سلسله علوم دلته و چې فلسفه طبیعی یا فلسفه تجربی په نامه یادیده. همدغه کال کې دا تجزیه شد. دیدنه زمین شناسی، همدا ډول ستاره شناسی او کیمیا دیدنه بیل شو. یوازې دکې د فیزیک مسائل پاتې شو. به مرور زمان ای دیگه مربوط فیزیک شد و مربوط فیزیک شد. اما در این زمان دیگه تحقیقات صورت گرفته رفت. به ده حکل تحقیقات باشه. یا در اینجا اولین تئوری فیزیک تئوری کی بود؟ تئوری بود که به نام تئوری چی یاد میشه؟ تئوری مکانیک بود. تئوری مکانیک بود. اولین تئوری بود. اولین تئوری فیزیک چی بود؟ تئوری مکانیک. اولین تئوری مکانیک بود. تئوری مکانیک بود. تئوری مکانیک بود. اولین تئوری فیزیک تئوری مکانیک بود. د فیزیک لومړنۍ تئوری د مکانیک تئوری و. مکانیک تئوری بود. در این زمان نیوتن یک کتاب نوشته کرده بود. یک کتاب نوشته بود به نام مکانیک نیوتن. در قرن‌هایی که نیوتن بود در اون زمان کدام رقیب کتابش نداشت. یعنی در قرن 17 و 18 امی کتابی را که نوشته کرده بود به نام مکانیک نیوتن بود. مکانیک نیوتن. این کتاب که نوشته شده به نام مکانیک نیوتن. مکانیک نیوتن در قرن 17 و 18 بدون رقیب بود. کسی با کتابش رقابت نمیتونست. یعنی بهترین کتاب نوشته کرده بود. و این تئوری، امی تئوری مکانیک از زمان ارسطو شروع شد. دی مکانیک تئوری دی ارسطو وقت نه پیل شو تا زمان نیوتن انکشاف کرد. از زمان ارسطو تا زمان نیوتن انکشاف در حال انکشاف بود. تئوری مکانیک اولین تئوری بود. از زمان ارسطو تا زمان نیوتن در حال انکشاف بود و نیوتن یک کتاب نوشته بود، کتاب مکانیک نیوتن، که در قرن 17 و 18 رقیب نداشت. به می قسم رشته های بخش های بعدی فیزیک هم پیدا شد. دی فیزیک پات برخی هم پیدا شد. در قرن 19 په 19 پیړۍ کې در قرن 19 بعض بخش‌های دیگر فیزیک هم پیدا شد. کدام بخش‌های اضافه شد پیدا شد؟ الکترودینامیک او ترمودینامیک پیدا شد. در قرن 19 این مسائل هم به وجود آمد که در این بخش‌ها دانشمندان مانند ماکسول به می قسم امپیر فارادی در این نقش داشت. ماکسول، امپیر، فارادی در تشکیل بخش‌های فیزیک نقش داشتند. نو دلته دانشمندان لکه ماکسول، امپیر، فارادی دوی نقش درلوده و بالاخره
اما موضوع دیگر هم به وجود آمد که فیزیک اما تحفظ بود و تراکم ماده با انرژی بلند. پس حالا میایم به بخشش. فیزیک فهمیدیم که به صورت عموم ما اگر فیزیک تقسیم بندی کنیم، فیزیک ما میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم. به دو بخش تقسیم کرده میتونیم. یکی فیزیک چی است؟ مدرن و دیگر کلاسیک است. مدرن و کلاسیک می باشه. مدرنش کدام است؟ کوانتم و نسبیت است. و معاصرش چی است؟ به فیزیک کلاسیکش چیست یا سابقش؟ مکانیک، الکترودینامیک، ترمودینامیک. این فیزیک ها میشه. و همچنین یک موضوع دیگر متوجه باشین. فیزیک بر حسب نظری اگه بگه به چند شاخچه تقسیم شده میگین دو شاخچه. کلاسیک و مدرن اگه بگه به چند نوع می باشه بر حسب نظری اگه گفت نوع چند 5 نوع میگین. ولی اگه گفت به چند شاخه تقسیم شد دو شاخه. که دی نوع نظر پختنه شد تاسو 15 دوله که ویل پتسو شاخچو یا عمده برخویشل شوید بیا دو. بعد از او فیزیک تراکم ماده و فیزیک ذرات بسیط با انرژی بلند هم شامل فیزیک مدرن یا معاصر شد. نوداد فیزیک برخیدی. این بخشای فیزیک بود که ما در موردش معلومات حاصل کردیم. به همین قسم بعضی موضوعات ما در فیزیک داریم که به نام قانون اصل است. قانون چیست؟ اصل چی است؟ قانون ها چی هستند؟ روابط بین کمیات فیزیکی می باشه. قانون چیست؟ روابط بین کمیات فیزیکی. و اصل چی هست؟ اصل یک دامنه محدودتر داره. یعنی از قانون که در دامنه محدودتر دارد. مانند اصل پاسکال که مربوط به سیالات می شود. و به می قسم کوتاه گفته میتونیم که قانون عمومیت داره و قانون ساحهش بزرگتره و اصل ساحهش کوچکتره. در فیزیک ما که قانون میگیم یعنی یک ساحه بزرگتر مورد بحث قرار میدهه، ولی اصل که میگیم یک بخش کوچک مورد بحث قرار میدهه. نو فیزیک که قانون یا پراخ یا لوی ساحه بیانوی دکه دیر مسائل شامل دی، خو اصل یا کوچنی موضوع تا اشاره کوي. و میتود علمی در فیزیک داریم. ما در فیزیک امی دانشمندا در فیزیک به خاطر تحقیقات خودان از میتود علمی کار میگیرن. این میتود علمی شامل این مراحل می باشه. اول چی کار میکنه؟ تحقیق و مطالعه میکنه راجع به موضوع. تحقیق و مطالعه کوي دی موضوع په هکله. فرضیه سازی میکنه. فرضیه را آزمایش میکنه به صورت تجربی. ارقامی که از نتایج تجربه حاصل میشه او را تحلیل میکنه. و چی کار میکنه؟ عمومی میسازه. تیوری را عمومی میسازه در چارچوب قوانین کشف شده. بعد از او پیش بینی میکنه و کنترلش میکنه. ولی مهمترین مرحله از این چیز تجربه است که در کنکور هم سوال میاد. مهمترین مرحله میتود علمی چی میباشه؟ تجربه میباشه. در طول مهم مرحله تجربه ده. پس این قسمت ما فهمیدیم. موضوع دیگر که است مدل سازی در فیزیک است. مدل سازی چی است؟ امی پدیده هایی که اطراف ما هستند خیلی مغلق هستند. به می خاطر نیاز است ساده سازی شود که از مدل سازی استفاده میشه. پس مدل سازی ساده سازی میکنه. در فیزیک پدیده ها خود است، مغلق است. مدل سازی آن را ساده می سازد. و همچنان اندازه‌گیری اساساً اما پایه و تهداب فیزیک اندازه‌گیری تشکیل میدهد. فیزیک سرکارش با اندازه‌گیری کمیات می باشه. و همچنان کمیت باید بفهمیم چی است. دلتا کمیت به حکل باید معلومات لاست راورو. کمیت هر چیزی که قابل اندازه‌گیری باشه ایره کمیت میگیم. هر چیزی که قابل اندازه‌گیری باشه کمیت گفته میشه. هر چیزی که د اندازه‌گیری ورتیا ولري دیتا کمیت وایي. کمیت هر چیزی که قابل اندازه‌گیری باشه کمیت گفته میشه. خب کمیت گفتیم، اندازه‌گیری گفتیم. حالا فیزیک که اندازه‌گیری میکنه نتایجش چگونه به کمک چی بیان میشه؟ اینجا ما داریم یک چیز دیگه داریم به نام زبان فیزیک. زبان فیزیک چی است؟ یعنی فیزیک خب ما گفته میریم قانون اصل فرمول میگیم، اما اصلا زبان فیزیک مهمه. زبان فیزیک چی میباشه؟ ریاضی میباشه.
دی فیزیک ژبه ریاضی ده. شما ببین از فرمول ریاضی کار گرفته میشه، از گراف ها، چارت ها، جدول ها، از تمام مسائل ریاضی کار گرفته میشه. نو دی فیزیک ژبه چای ده؟ ریاضی ده. زبان فیزیک ریاضی می باشه. پس زبان فیزیک چی است؟ ریاضی می باشه. دی فیزیک ژبه ریاضی ده. این موضوعات فهمیدیم که زبان فیزیک هم ریاضی می باشه. حالا در اندازه‌گیری بیشتر بحث میکنیم. کمیت گفتیم هر چیزی که قابل اندازه‌گیری باشه کمیت گفته میشه. هر شی چې د اندازه‌گیری وړتیا ولري کمیت په نام یادیږي و کمیت هم باز به دو نوع است. حالا که میخوانیم یکی کمیت اصلی هست، یا اصلی کمیتونه دی و دیگر فرعی می باشه. یا اصلی دی نور هم فرعی دی. و اصلی کدام ها است؟ اصلی به صورت عموم ما اگر در نظر بگیریم در سیستم اس آی یا بین المللی 7 تا هست و دانیدی طول به متر که نشان داده میشه ای اصلی است. دوم کتله کمیت اصلی است که واحدش کیلوگرامه، هم خودش هم میگیم هم واحدش، اینجا میگیم که کارم آسان شوه. دریم زمان ده یا تایم ده چه واحد ثانیه ده. درجه حرارت چهارم درجه حرارت است که واحدش چی است؟ کالوین است، به کن نشان داده میشه. دی تودوخه درجه ده. ادامهش می طرف نوشته میکنیم، فرعی را یک خط جدا میکنیم که اصلی است فعلا. و دلتا پنځم هم لیکو، پنجمش هم نوشته میکنیم شدت جریان برق. شدت جریان برق چی است؟ شدت جریان برق امپیر است. شدت جریان برق امپیر می باشه. امپیر دیده واحد ده. و همچنان دیگه واحد که هست چی است؟ شدت نور. شدت نور کندل یا کندیلا می باشه واحدش. دیده واحد کندل یا کندیلا ده. سی دی نشان میدیم. و مقدار ماده چی است واحدش؟ مول. مقدار ماده مول است واحدش. این یا اصلی است. هم دو دانه اصلی دی. کمیات مستقل می اصلی که کمیات است که مستقل هستند و 7 دانه هست. ولی در بعض کتابا تنها این 3 دانه اول اصلی گفته. خب در سیستم اس آی یا بین المللی هم 7 تا اصلی است. زین کتابونه که دغه درې اصلي ویل شوی دي. خب په اس آی سیستم کې و دانې اصلي دي و خارج از هر واحد را که میشنوین، هر کمیت را که میشنوین او فرعی می باشد. به همین قسم واحد چی است؟ واحد از یک مقدار خاص که نمایندگی کنه ای را واحد گفته میتونیم. یعنی واحد به ما نشان میده که از یک کمیت یا از یک مقدار استاندارد یک کمیت چی به نمایندگی میکند. د یو کمیت د ټاکل شوی مقدار څخه نمایندگی کوي. مثلا متر یک واحد است که یک مقدار استاندارد است. واحد چی است؟ مقدار استاندارد یک کمیت که از او کمیت نمایندگی میکنه. ایرا میگیم واحد. و حالا سعی کنین اگر ما واحد به حرف بزرگ نوشته کنیم، این معنایش است که نام دانشمند هم همون چیز است. حالا سعی کنیم ما نوشته میکنیم نیوتن به حرف بزرگ، این نام دانشمند است. نیوتن به حرف بزرگ نوشته کردیم. یا امپیر، این نام دانشمند است. به حرف بزرگ که نوشته شد معنایش از نام دانشمند هم است. که یا واحد په غټ حرف ولیکل شو یعنی د دانشمند نوم هم ده. پس حالا ایرا ما فهمیدیم میایم در سیستم های اندازه‌گیری. سیستم های اندازه‌گیری دو سیستم در اندازه‌گیری جهان است که استفاده میشه. دو سیستم است که یکی سیستم است که معمولا در کشور ایالات متحده استفاده میشه و دیگرش هم در کشور بریتانیا استفاده میشه. یعنی اگر این قسم در نظر بگیریم سیستم اندازه‌گیری را ما کوتاه نوشته کردم، میتونیم پلان ډول دلته لیکو. سیستم های اندازه‌گیری یکی چی است؟ ما میگیم سیستم بین المللی را در نظر میگیریم و سیستم هم FPS. یکی سیستم FPS میگیم، یکی متریک میگیم. یا متریک سیستم وایو، یکی FPS میگیم. یکی FPS میگیم، سیستم FPS میگیم. FPS یا سیستم انگلیسی، دیتا انگلیسی سیستم وایو، سیستم بریتانیاوی میگه. متریک باز 3 سیستم دیگه داره، CGS، MKS و MTS میگیش. اینی 3 سیستم داره.
MTS این سیستم میشه. پس این سیستم است که ما ایره در موردش بحث میکنیم. هر حرفش یک کلمه را نشان میده. FPS یعنی چی مانا؟ طول به فوت، طول په فوت باندې اندازه گیری کیږي. کتله به پاوند، کتله به پاوند اندازه گیری میشه و زمان به ثانیه. این سیستم شد. و به می قسم متریک میگیم. سعی کنید طول CGS طول به سانتی متر، کتله به گرم، زمان به ثانیه. MKS طول په متر، کتله په کیلوگرم، زمان په ثانیه. MTS طول به متر، کتله به تن، زمان به ثانیه اندازه گیری میشه. اینی سیستم ها را شما قبلا از صنف 7 میدانید. حالا ما بیشتر در بحث میکنیم که امو سیستم SI کار داریم. سیستم SI خودش یا از سیستم متریک میگیم، سیستم SI میگیم. سیستم بین المللی است که دانشمندا پس از انقلاب دانشمندان فرانسوی پس از انقلاب فرانسه که در سال 1789 صورت گرفته بود، این سیستم ایجاد کردن. یا در سال 1791 سیستم ایجاد شد. انقلاب فرانسه رو شما میدانه که در 1789 بود. کسایی که آمادگی کنکور خواند 1789 هیچ از یادش نمیره. انقلاب فرانسه در می سال صورت گرفت. بعد از او یعنی 2 سال بعد سیستم SI یا بین المللی ایجاد شد. و سیستم متریک هم در موردش معلومات گفتیم و بالاخره سیستم SI به وجود آمد که قبلا در آغاز جلسه گفتیم که در سیستم SI 7 کمیت با واحدشان به حیث کمیت اساسی قبول شده و کمیتونه ده حقای ده واحدات سره چای قبول شویدی ده کمیت اما اصلی کمیت په حیث قبول شویدی. و کدام ها بود که در سلاید در شروع درس گفتم که 7 دانه بود. باز لازم نیست اینجا دوباره تکرارش کنیم، اما 7 تا در ذهنتان همیشه باشه. خب بعد از اون ما بعضی موضوعات دیگر را باید اینجا بفهمیم. امی اعداد به روش علمی نوشتنش ما باید بفهمیم. څنګه کولای شو عددونه په علمی بڼه ولیکو؟ اعداد چه قسم به روش علمی نوشته کنیم؟ خب من خیلی کوتاهی را براتون میگم، شما باز از هر روشی که کار میگیرین مهم نیست. ما عدد باید به این قسم نوشته کنیم A ضرب 10 به توان زید. عدد به این قسم نوشته شوه و می ای ما قیمتش چند میشه؟ زموک ای قیمت سوکیگی. قیمت ای ما از 1 شروع میشه، از 1 تا به نزدیک 10 نمیشه. مثلا 9.99 میشه، 10 میشه، یعنی دو خانه ای نمیشه ای ما. حالا سعی کنید خیلی آسان من کار میکنم، آسان یاد بگیرین. سعی کنید این 202 4 6 5 0 0 به روش علمی نوشته کنید. شما نوشته کنید 2 اشاریه ولیکی 2 اشاریه دیگه عدد نوشته کنید، صفرا را نوشته نکنید. 4 6 5 ضرب 10 به توان چند خانه را اشاری کردین؟ 2 خانه اشاری شه. از اینجا تا اینجا ببینید اینی را اشاری ساختین. چند خانه اشاری شده؟ 2 خانه اشاری شده، 5 خانه. پس نوشته میکنیم به توان 5. یا دویم مثلا نوشته میکنیم 378 به روش علمی نوشتهش کنین. شما نوشته میکنید 3.78 چند خانه را اشاری ساختین؟ 2 خانه را. ضرب 10 به توان 2. هر چقدر خانه را اشاری ساختین ضرب 10 به توان 2 کنید، ده اعداد. او دریم مثال دستی ولرو، مثلا 4 6 8 0 0 0 مساوی میشه 4.68 ضرب 10 به توان ضرب دلس به توان دیتو. توانش میبینیم چند خانه را اشاری ساختین را ببینین. اینجا میبینیم این قجای ما اشاری کردیم. خب چند خانه؟ 6 خانه را. 10 به توان 6 شد. این اعداد چی شد؟ بزرگ شد. اعداد کوچک چه قسم تبدیل کنیم؟ به روش علمی څنګه کولای شو کوچنی عددونه تبدیل کی؟ دا هم آسانه ده. خب دقت کنیم، ما آسان ترین روش براتون کار میکنیم که آسان تر یاد بگیرید. مثلا نوت عدد میگه 0.000 4 6 7. این را به روش علمی تبدیل کن. بگو خیلی کار آسان است، را خود همی از دور برات میگم حلش میکنم. چه قسم؟ بگو این قسم. به دې طریقه شما نوشته کنین. خوب دقت کنین. 4 از صفر را هیچ پشتش نگردین. 4 اشاریه دلته ولیکید 4 اشاریه عدد دیگه نوشته کنید. 4 اشاریه چند است؟ 4.67 ضرب 10 به توان. اینی توانش حالا سعی کنین. توان شما خانه ها را حساب کنین. خانه ها را حساب کنین که چند خانه میشه.
بعد از همین صفر حساب کنه که چند خانه میشه. ما می قسمت را که حساب میکنیم هایلایتش میکنم براتون که بیشتر بفهمین. این قسمت ما باید حساب کنیم تا اولین خانه غیر صفری باید حساب کنیم، تا اینی خانه باید حساب کنیم، تا اولین خانه غیر صفری. یک عدد مال پاک شده می هایلایت کردن رو پس نوشته کنیم. این اینجا 4 بود. شما دیگه تا به امی اولین خانه ما که هایلایت کردم امی قسمت تا به اینی قسمت این را حساب میکنی، یعنی تا می 4 حساب کنی چند خانه است دلتا 2 دانیده حساب کنی. از صفر اولی را حساب نکنی، دا اول صفر می حساب بوی، صفر اول حساب نمیکنین و بعد از او چیزهای کس را حساب میکنین، یعنی دا عددونه تا حساب بوی. این قجایه سعی کنی چند خانه است؟ 2 خانه دی. ایره میگین 4 خانه است، 4 خانه دی، پس 10 به توان منفی 4. یا مثال بعدیش داشته باشیم، بل مثال 15 مثال ولرو، مثلا 0.00 اینجا داشته باشیم 7 8 9 6. ایره نوشته میکنین 7.89 6 ضرب 10 به توان چند خانه شدی حسابش کنین. کدام قسمت حساب کنین؟ این قجای حساب کنین، ده غذا حساب کنین تا اولین خانه غیر صفری حساب کنین. بعد از اشاریه تا اولین خانه غیر صفری حساب کنین. بعد از اشاریه تا اولین خانه غیر صفری. حالا سعی کنین چند تا شد؟ 3 تا به توان منفی 3. یا داشته باشین به این قسم مثلا 0.789 شما نوشته میکنین 7.89 ضرب 10 به توان چند خانه دارین؟ این یک خانه حال داریم. بعد از اشاریه تا اولین خانه غیر صفری، پس 1 میشه 10 به توان منفی 1. این میگه روش علمی عدد نویسی. این روش علمی عدد نویسی بود که به این طریق ما میتونیم اعداد نوشته کنیم. په دې شکل کولای شو عددونه موږ ولیکو. روش علمی عدد نویسی همین است. این را هم یاد گرفتیم و مثال ها کار کنید. تاسو مثالونه هم کار کنید. بعض اوقات ما پسوند و پیشوند استفاده میکنیم. واحدات که به همدیگر تبدیل میکنیم پسوندها و پیشوندها را استفاده میکنیم. سعی کنین ما چند چیز داریم. از کوچکترین واحد ما اگر در نظر بگیریم یا از بزرگترین در نظر بگیریم، خب سعی کنیم ما از چی شروع میکنیم؟ یک داریم به نام DA. DA نوشته میکنیم به می قسم پیش میریم. یا واحد دارو DA به نامه. دی نوشته میکنیم خلاص ایم نوشته نکنی دی بزرگ نوشته کنی. دی کار میگه، یعنی لست به توان یو. دی کا میشه 10 به توان 1. بعد از او اچ است. اچ چی مانا؟ هکتو مانا میته. هکتو به معنای 10 به توان 2. بعد از او که است. که به معنای کیلو. هر جای که را دیدین کیلو یعنی 1000 دانه. و به می قسم بعد از که شما ام میبینین. ام بزرگه. ایرم میگم میگا. دیتا وای میگا. میگا 10 به توان چند میشه؟ 10 به توان 6. حالا 3 واحد بالا برین. 3 تا اول سعی کنی یک واحد، بعد از او 3 واحد پیش میرین. بله هم گیگا ده. گیگا 10 به توان 9 میشه. ایرا میگیم گیگا. دیتا وای گیگا. بعد از گیگا هم بریم عدد دیگه داریم. او را تیرا میگیم. تیرا 10 به توان 12. ایرا میگیم تیرا. با می قسم 10 به توان 15 داریم. او را میگیم پیتا. پیتا میگیم 10 به توان 15. لس به توان 15 لس پیتا ده. با می قسم 10 به توان 18. ایرا اگزا میگیم. اگزا. لس به توان 8 لس اگزا. ای اگزا شد که 10 به توان 18 میشه. لس به توان 8 لس کیگی. با می قسم عدد دیگر در نظر میگیریم. پیشوند دیگر که او را ما زیتا میگیم. زیتا به زیت نشان میدیم. 10 به توان 21 میشه. زیتا. و بالاخره آخرین قسمتش هم نوشته میکنیم یوتا. یوتا وای بزرگ نوشته میکنیم 10 به توان 24. یوتا. ای چی است؟ از آف است. از آف واحدات بزرگتر. به خاطر ای که واحدات بزرگتر یک واحد نوشته کنیم از این کار میگیریم. نو کله چې وغواړو د یو واحد نه دغه نه غټ واحدات پیدا کو دینه کار اخلو. مثلا متر واحد شد. از او بزرگترش دیکامتر، هکتامتر، کیلومتر، میگامتر، گیگامتر، تیرامتر همین قسم. اما واحدات کوچکتر هم با واحدات کوچکتر هم پسوند داریم. کوچنی واحدات لپاره هم پسوند لرو. پسوند داریم چی است؟
مثلا دی کوچک است. کوچنه واحدات پسوند په حکله هم باید معلومات ولرو. کوچنه دیده دی کوچک است. ما دی کوچک چی میگیم؟ این دی کوچک ده به توان منفی یک است. ایره میگیم دی سی. دیتا وای دی سی. دی سی میگیم. بعد از او واحد دیگه سی داریم، سانتی میگیم. ایره کوچنه بل رو سانتی په نامه. این میشه ده به توان منفی دو. بعد از سانتی میلی داریم، میلی ده به توان منفی سه. بعد از اون مایکرو داریم، اینی علامهش مایکرو. مایکرو ده به توان منفی چند میشه؟ منفی 6. بعد از اون نانو داریم، دیگه نانو لرو لس به توان ده منفی 9 کیگی. بعد از نانو به می قسم واحدات دیگر هم داریم، نور واحدات هم لرو که امی واحدات ما بیشتر کار میگیریم. در این سلاید هم همه مکمل نوشته شده. دغه سلاید که هم مکمل لیکل شوی دی که از او سلاید میشه نوشته کنیم یا اینجا کار کنیم، مشکل نداره. دلتا هم تاسو ګورئ اینه دی سی است، ده به توان منفی 1 است. سانتیس ده به توان منفی 2. میلی ده به توان منفی 3. مایکرو لس به توان منفی 8. نانو لس به توان منفی 9. پیکو لس به توان منفی 2 است. femto لس به توان منفی 15. آتو ده به توان منفی 18. زپتو زپتو ده به توان منفی 21. یکتو ده به توان 24. اینی واحدات ما باید یاد بگیریم. دغه واحدات موږ باید از دوله رو اینی را یاد داشته باشی. این جدول هم باید از یاد کنی. دا هم یاد که یک موضوع و جدول بعدی را که دایی است ما کار میگیریم. و بعد از او تبدیل واحدات داریم. دی واحدات تبدیلات لرو. څنګه کولای شو یو واحد بل واحد ته تبدیل کو. خب تبدیل واحدات ما روش کوتاه و آسانه براتون کار میکنم که واحدات به بسیار آسانی کار کرده بریم. په ډیر آسانی سره مو کولای شو واحدات تبدیل کو. واحدات متر، سطح، هر چیز میتونیم به بسیار آسانی تبدیل کنیم. ما چند مثال براتون نمونه‌ای کار میکنم. خیلی آسانه اما جدول باید یاد بگیرین. اگر جدول یاد نگیری کارتان مشکل میشه. خب سعی کنین شما تر کار میکنین. یکی واحد بزرگ داریم، یکی کوچک داریم. دلتا تاسو وګورئ. خب سعی کنین همیشه اگر بزرگه واحد بزرگه شما به کوچک تبدیل میکردین، کوچنه تا تبدیل اوی. واحد بزرگه که به کوچک تبدیل میکنین توانش همیشه مثبت میشه. بزرگه که به کوچک تبدیل کنی چی میشه؟ توان همیشه اینجا توان ده مثبت می باشه. دیلس توان مثبت کیگی. توان مثبت است. توان ده مثبت می باشد. توان ده دیلس توان مثبت می باشد. ولی اگر کوچک به بزرگ تبدیل کنین، کوچنه غټ ته تبدیل کی، باز چی گپ میشه؟ دلته بس خبره کیگی. اینجا موضوع کمک متفاوت میشه. چی گونه؟ این قسم متفاوت میشه که شما توان ده منفی میشه. دیلس توان منفی کیگی. توان ده منفی میشود. اوس راځو مثالونو ته چې په ډېر اسانۍ سره موږ حلولی شو. اینی جدول که یاد داشته باشین. حالا به روش آسان ما کار میکنیم. سوالاتشه په آسانه طریقه موږ سوالونه دلته کار کوو. میایم به چند سوال کار میکنیم. چند تمرین داریم میره کار میکنیم. تمرینات ترازو. مثلا موږ ته یو سوال را کوي. سعی کنیم به ما یک سوال میگه. اینجا به ما میگه 247 کیلومتر شما تبدیل کنین. تاسو تبدیل کی ایره تبدیل کنی که چقدر. دا زموږ لومړی پوښتنه ده. ایره میگه تبدیل کنین به چند؟ مثلا تبدیل کنین به میلیمتر تا تبدیل کی. چقدر میلیمتر میشه؟ خب روشش چیز دیده طریقت څه ده؟ خیلی آسان است. دقت کنین. عدد روش علمی نوشته کنین. عدد په علمی بنولی که اول خبره هم داده. حالا چی کار کنین؟ اینجا کیلومتر دارین. دغه کیلومتر لري. امو نقشه و مسیر ما را باید ببینیم. کیلومتر اول ببرین به متر. متر باز به میلیمتر تبدیل کنین. اینی نقشه راه ماست. اول به متر تبدیل کنین. به مرکزش برین. اول متر تا تبدیل کنین. مرکز تا لاشه. سعی کنین اینی متر است. کیلومتر برین به ای تبدیل کنین. اول کیلومتر دیتا تبدیل کنین. بعد از او باز متر به ای تبدیل کنین. حالا سعی کنین خوب آسان
کیلومتر که به متر تبدیل کنیم چند میشه؟ کیلومتر چه به متر تبدیل که څوکیږي 10 به توان 3. حالا متر به میلی متر تبدیل کنین یا هم 10 به توان 3 میشه. متر چه به میلی متر تبدیل کو لاس به توان 3 کیږي 10 به توان 3. پس ما دیگه آسان جواب خود یافتیم. اینجا نوشته میکنیم 2.47 2.47 2.40 ضرب چند خانه را اشاری ساختیم فعلا؟ سو خانه موگ اشاری کړای ده. چند خانه را اشاری ساختیم؟ 2 خانه را اشاری ساختیم. به روش علمی تبدیل کردیم. 10 به توان 2 میشه. حالا دیگه ضرب اوس بیا هم ضرب از جدول قبلی چند لحظه پیش که خواندیم د مخکنه جدول څخه دا پوهیږو. حالا چی کار میکنیم؟ خوب دقت کنین. این 10 به توان 3 را اینجا که ما نوشته کردیم به خاطر آسانی کار ما نوشته کردیم. این را اردویش اینجا نوشته کنید 10 به توان 3 10 به توان 3 و واحد هم میلی متر بگیرین آخر. این دیگه کار ما تبدیل شد. نو په پای کې دلته لیکو 2.47 ضرب 10 به توان چند؟ ضرب 10 به توان چند میشه؟ 2.47 ضرب 10 به توان 8 میشه میلی متر. اینی جواب سوال ما شد. دا زموږ د سوال جواب شو. این را به می قسم ما تبدیل کردیم. اگر مربع دار باشه چی کار میکنین؟ شما هم مربع برش میتین. مربع خو واحد سطح هست. دویم مثال که مربع ولری. مربع خود سطح واحده. مثلا به متر میگه 4 8 3 2. مثلا امی چی باشه؟ میگامتر مربع باشه. اینی میگامتر مربع باشه. ایره میگه شما تبدیل کنید. دغه تاسو تبدیل کی به چی تبدیلش کنین؟ به یک واحد دیگر مثلا مربع دار به ما میگه. یا بل واحد مربع لرون که محتوایی. مثلا به چی تبدیل کنین؟ فکر کنین به چی تبدیل کنین؟ مثلا به سانتی متر، به نانومتر. نانومتر تا تاسو دا تبدیل کنین. نانومتر مربع چقدر نانومتر مربع میشه یا چقدر مایکرومتر مربع میشود به این تبدیل کنین. پس ما اینجا تبدیل میکنیم به نانومتر مربع. سوال هر چیز که بود دیگه به مو پیش میره. باز هم ما نقشه راه خود رسم میکنیم، کار خود پیش میبریم. اول خو همی کار کنین که باز به ما سوال پیدا نشه. اول دا په علمی برنولی که براوش علمی نوشته کنید، بعد از او باز میریم در نقشه خود نوشته کنید 4.8 32 چند خانه را اشاری ساختیم؟ 3 خانه را 10 به توان 3 میگامتر مربع خودش. حالا میریم در نقشه خود. اوس روز زود خپل نقشه ته. این طریقه در کتاب ها نیست، خوب صحیح یادش بگیرین. آسان تر یاد میگیرین. حالا ما میریم در نقشه راه خود. چی است؟ میگامتر است. میگامتر است. میریم به متری باید تبدیل شود. دا باید به متر تبدیل شی. بعد از متر به نانومتر تبدیل شود. به نانومتر باید تبدیل شی. نانومتر باید تبدیل شود. خب مربعش هم میتین. دا مربع، این مربع، این مربع. پس ما تبدیل میکنیم. سعی کنین متر به میگامتر، میگامتر به متر تبدیل کنین. میگامتر به متر تبدیل کنین میشه 10 به توان 6 لاس به توان 8 و متر هم که تبدیل کنیم به چی؟ دا متر چی تبدیل کو؟ نانومتر تا 10 به توان 9 میشه لاس به توان 9 از جدولی را یاد داریم. حالا سعی کنی اینجا خو یک مربع هم داره. شما مربعش مربع فکر نکنین نخورین، مربعش اینجا بتین. اوس د مربع تاسو مربع فکر نکنی و نخوره. ایرا پس در اینجا بتین نشانه. اگر توان اینجا 3 بود، این 3 را پس برش میتین. سادهش میکنیم دیگه خلاص میشه. نو دلته لیکو د خپل جواب ما را نوشته میکنیم 4.832 ضرب 10 به توان 3 خود داشتیم از خودش. حالا این قسمت هایی که در اینجا نوشته کردیم میره نوشته میکنیم. دا بل برخه چی موږ دلته لیکلی دی دا ورسره لیکو. امی بخشایی را که ما سر وکتورها نوشته کردیم دا برخه ورسره لیکو. امی بخشا را به اینی رنگ نشانی کنیم. اینی بخشا را نوشته میکنیم. سعی کنید ساده سازی شده شه نوشته کنین. 10 به توان چند؟ 6 ضرب 2 12 لاس به توان 2 لاس ضرب دیگه شه. دا هم کیږي لاس به توان 8 و واحدش هم نانومتر مربع. تا اینجا خب فهمیدین که این کار کردیم. نو دا مساوی کیږي، این مساوی میشه 4.832 ضرب 10 به توانای شکلش ساده کنی 33 میشه نانومتر مربع. نو دا زموږ د سوال جواب شو که به بسیار آسانی ما ایره میتونیم به این طریقه حل کنیم. یک سوال دیگه از توان 3 کار میکنیم که از چی باشه؟ مکعب باشه.
د مکعبات څخه هم یو پوښتنه کار کوو. سوال سوم ای قسم کار میکنیم از مکعبات. مثلا نوشته میکنیم به این قسم به دی شکل لیکو از مکعبات کار میکنیم. سوال سوم فکر کنید این چیز داشته باشیم 45 کیلومتر مکعب چقدر مثلا چی میشه؟ سانتی متر مکعب میشه. چندر سانتی متر مکعب کیگی؟ خب اول 45 برای علمی تبدیل کنی، باز برین در نقشه. 4.5 ضرب 10 به توان 1 و کیلومتر مکعب خودش ایره میگه به سانتی متر مکعب تبدیل کنین. خب تبدیلش میکنیم، تبدیل اویه نوشته میکنیم به این قسم. نقشه خدا نوشته میکنیم کیلومتر، بعد بره به متر، بعد بره به سانتی متر. ایره تبدیل میکنیم. دو تبدیل او به دی شکل. ایره که تبدیل کنیم، خب کیلومتر به متر تبدیل کنید 10 به توان 3. متر که به سانتی متر تبدیل کنید 10 به توان 2. حالا سعی کنید این مکعب خدا را، این مکعب یا مکعب داره یا مکعب داره یا مکعب داره. پس ما چی کار میکنیم؟ ایران مکعب میتیم، ایران مکعب میتیم. خلاص دیگه قیمت گذاری کنیم. نو دا مساوی کیږي په 4.5 ضرب 10 به توان 1 و کیلومتر آخر نوشته میکنیم ضرب 10 به توان 3 ضرب 3 9 ضرب 10 به توان هر چیز که نوشته میکنیم ایره هم ادامه میدهیم ضرب 10 به توان 6 و واحدش هم میشه سانتی متر مکعب. نو دا ساده کوو، این را ساده میسازیم که بالاخره جواب ما چند میشه؟ زموږ جواب څو کیږي؟ 4.15 ضرب 10 په توان 14 سانتی متر مکعب. این جواب سوال ما شد. و کار خانگیتان هم دارین که شما سوالات مشابه به این کار کنین. مشابه سوالونه دیتا ورت سوالونه هم تاسو کار کوي، سوالات مختلفه هم کار کنیم. ما چند سوال براتون میتیم، اینها را شما تبدیل کنین. اول پوښتنه مثلا داشته باشیم 245 کیلومتر مکعب مساوی به چقدر؟ مساوی به چقدر چی میشه؟ مثلا چقدر تیرامتر مکعب میشه؟ څومره تیرامتر مکعب کیږي؟ دا اوله پوښتنه. دویمه پوښتنه مثلا 2026 نانومتر مربع چقدر سانتی متر مربع میشه؟ څومره سانتی متر مربع کیږي؟ او همدا ډول مثلا داشته باشیم 8 4 3 2 و اینجا داشته باشیم فکر کنیم میگامتر داشته باشیم. این مساوی به چقدر؟ مساوی به چقدر چی میشه؟ مساوی به چقدر دیسی متر مکعب میشه. هر چیزی که گفتیم دیسی متر میگیم، سانتی متر میگیم، میلی متر میگیم. چقدر نانومتر میشه؟ څومره نانومتر کیږي؟ دغه سوالونه تاسو کار کوي و مشابه به تمرین هم داشته باشین. دې ته ورته تمرین هم تاسو خپل جوړ کړئ، سوالات دیگر هم خودتان جوړ کنین و همین موضوعات یاد بگیرین. هم دغه موضوعات تاسو زده کړئ. زموږ اوسنی درس پای ته ورسیده. درس فعلی ما به پایان رسیده. تا درس دیگر و جلسه دیگر، خدا حافظ.